بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و همکاران عزیزم. برنامه‌ای رو که بر اساس تجربه سالیان متمادی امروز میخوام خدمت شما عرض بکنم، نتیجه کلی ممارست و همفکری و مشورت با اساتیدی هستش که خب تو این زمینه صاحب نظر هستن و با افراد زیادی مشورت کردم، با همکارای زیادی که سالهای پیش امتحان داده بودن با صحبت کردم و فهمیدیم که باید یه در حقیقت مودیفیکیشن هایی رو تو برنامه اعمال بکنیم برای اینکه بتونیم راندمانمون رو به حداکثر برسونیم. من در کلاس رزیدنتی وقتی که درس میخوندم اون موقع از یک از اساتید بزرگوارم سرکار خانم دکتر قوام سوال کردم که الان مثلا تو یه موضوعی که علم به اینجا رسیده چرا از اول خب اینو متوجه نشدن، چرا از اول اینجوری نشد؟ ایشون فرمودن که این سلسله مراتب تکاملیشو باید طی می‌کرده تا به این بلوغ برسه، به این مچوریشن برسه و به این فهم برسه. بر همین در تمام علوم این موضوع هست که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم مثلا یه جایی رسیدن که خیلی شاید برای ما واضح و مبرهنه، ولی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در اون مقطع زمانی خب هنوز به اینجا نرسیده بودن. در علوم روانشناسی و علوم انسانی هم که خب مستثنا نیست، دائما در حال پویشه، در حال تکامله. چون دوستان ممکنه آقا چند سال پیش چرا شما این کارا رو نکردید، این فکرا رو نکردید؟ خب باید این سلسله مراتب طی بشه تا ما به این تکامل و بلوغ برسیم و فهممون تو این سیر تکاملی است که به اینجا میرسه. بنابراین باگا رو گرفتیم، اشکالات رو گرفتیم، چون دیدیم که درست میگن دوستان. یه دوره میخوندن کلا یادشون میرفت، بعد دوباره میگفتن که مثلا الان می‌خوایم آزمون جامعه اول بدیم، خیلی مسلط نیستیم، درست میگفتن. ولی تو همون مقطع چون شرایط بر همه یکسان و یک نواخت بود، عملا هر کسی با همت و با روحیه و با انرژی عمل میکرد تو از همون شرایط میتونست بهترین استفاده رو بکنه. ولی بر اساس وظیفه حرفه‌ای که ما باید دائما تلاش کنیم، کوشش کنیم تو مسیر علم و تکنولوژی حرکت کنیم و بهترینا رو در حقیقت برای خودمون و برای هم نوعانمون ایجاد بکنیم، تو این قضیه ما این کار رو انجام دادیم. خدا رو شکرگزاریم به خاطر همه نعمتایی که به ما داده و همه لطفی که در حق ما داشته و ما از شکر کوچکترین اونها عاجز هستیم. انشالله که بتونیم با کارکرد خوب و اعمال خوب و درست خودمون و خدمت به بندگان خدا بتونیم که در حقیقت یه ذره از اون همه لطفی که به ما داشته رو جبران کنیم. در مقدمه بحث یه توضیح من بدم در مورد هدایت مکانیزم. برنامه‌ای رو که تدوین می‌کنیم توی پارسه بر مبنای هدایت مکانیزم است. یعنی چی؟ یعنی اینجور نشه که دائما مثلا مبتنی باشه به این که من زنگ بزنم از یه نفر سوال کنم که الان چی کار باید بکنم، الان اینو خوندم بعد مرحله بعدی چیه. هدایت مکانیزم میگه که شما باید یه جوری برنامه‌ریزی کنی تو هر مسیری، اگه کلینیک داری، درمانگاه داری، مطب داری، یه جوری برنامه‌ریزی کنی که وقتی نفر بعدی که اومد نشست کنار شما یا جای شما نشست کامل متوجه بشه که باید چی کار بکنه. یعنی منوط به فرد و شخص نیست هدایت مکانیزم. یه مثال سادهش رو من خیلی سال پیش توی یک کشور خارجی دیدم. تو سال 86 تقریبا به یک کشوری سفر کرده بودم. اونجا دیدم که یه مثلا هتلی بود خیلی بلند مرتبه، مثلا 46 طبقه بود، چقدر بود. اونجا شما وقتی می‌خواستی تو آسانسور سوار بشی باید کارت تو از تو جیب در می‌آوردی، این کارت رو میومدی می‌ذاشتی تو آسانسور، کد طبقه تو می‌زدی، بعد کارت رو در می‌آوردی می‌ذاشتی دوباره تو جیبت تا این قبول کنه. یعنی اگه کارت شما اون تو بود کدو می‌زدی قبول نمی‌کرد. هدایت مکانیزم یعنی که لازم نیست یه نفری اونجا بنویسه که لطفاً کارت خود را فراموش نکنید یا بوق بزنه که به این مبنا که شما کارتتون رو فراموش کردید. چیزی که فرهنگ ما بر این مبنا تنظیم شده که دائما نصیحت کنیم، حرف بزنیم، بنویسیم، شعار بدیم. این خیلی کارآمد نیست تو دنیای شلوغ امروزی. یه جوری باید شما سیستمتو طراحی کنی که خطر و اشتباه و بایاس به حداقل ممکنه خودش برسه. یعنی شما هر کی بخواد بشینه تو لابی هتل میتونه بیاد بشینه، ولی کسی بالا نمیتونه بره. پس برای سکیوریتی، برای سیفتی لازم نیست 4 نفر اونجا آدم بذاری که بازرسی کنن کسی بالا نره. کسی اصلا نمیتونه بالا بره. پس بنابراین کارت رو باید بزنی،
کدتو بزنی بعد کارتتو در بیاری تا اون قبول کنه اون کد رو، کارتتو بذاری تو جیبت. و لذا این میشه هدایت مکانیزم. من برنامه رو دوست دارم یه جوری طراحی کرده باشیم که شما تو هر مقطع خودت بدونی باید چی کار بکنی. لذا اگه یه نیم ساعت 40 دقیقه وقت بذارید یک بار این هدایت مکانیزم رو متوجه شده باشید و نقشه راه رو بفهمید که چی به چیه، دیگه اصلا خودتون تا انتهایی رو با آرامش حرکت میکنید بدون هیچ گونه دغدغه و نگرانی. نقشه راه یعنی چی؟ ببینید یعنی شما اگر بیای فرض کنید یه گنجی، مثلا فرض کنید که توی زمینی هست، خیلی خوب شما اگه بخوای بیای این گنج رو هر روز بیای مثلا 3 متر بکنی، عمقش هم که بالاخره مثلا فرض کنید بعد 20 متر هم بری پایین، هر 20 متری که بری پایین 3 متر بکنی یه حجم زیادی میشه و این باعث میشه که شما کم کم دچار فرسایش و خستگی بشی. عملا نگاه کنی ببینی از مسیر دور افتادی. نقشه راه بهت میگه که دقیقاً مثل نقشه گنجی که باید اول این کارو بکنی، اونجا بری، رو اون نقطه وایسی، جی پی اس داره نشون میده این نقطه است، همین نقطه رو حالا با تلاش و کوشش و سعی و همت و عرق ریختن بکنی به نتیجه میرسی. خیلی از ماها سالیان متمادی کار میکنیم، میکنیم ولی به نتیجه نمیرسیم. چرا؟ چون نقشه راه رو نداریم، نقشه گنج رو نداریم. اون نقشه رو اگه کسی داشته باشه بدون کجاها رو باید بکنه، چیکار بکنه، کجا سرمایه گذاری کنه، کجا انرژی بذاره، کجا عرق بریزه، خب این میتونه موفق بشه. ولی بلایند و کورکورانه کار کردن نتیجه نداره. لذا جلوتر میگیم تمام زندگی هدفمنده، یعنی برنامه‌ریزی بر زندگی هدفمند، کار هدفمند، درس خوندن هدفمند، دوستان هدفمند، خانواده هدفمند، همه زندگی هدفمند، یعنی انتخاب شده، بررسی شده، نه بلایند. حالا همین که بریم بشینیم مثلا توی یه مسافرتی با یکی رفیق بشیم این میشه بلایند. ولی من از قبل فکرامو کردم که با چه آدمی دوست دارم، چه مختصات و مشخصاتی داشته باشه دوست دارم که هم مسیر بشن، خودم میام تیمم رو میبندم. این میشه چی؟ مسافرت هدفمند. تیمم رو خودم تشکیل دادم. حالا یه وقت هستش که نمیگیم البته اگه با یه تیمی رفتیم نمیشناختیم که حالا با اونام تعامل سازنده داریم، احترام داریم، دوستی داریم، ولی اون دقیقاً اون سفری قطعا میتونه خیلی شاید بهتر باشه که با اون تیم هدفمند حرکت کرده باشیم. وقتی داریم درس میخونیم یه وقت هستش که من همه کتابا رو میخونم، حالا میرم سر جلسه امتحان میرم چجوری سوال میدن، کجاها رو سوال میدن. این میشه دقیقاً چی؟ میشه دقیقاً مطالعه بلایند. ولی مطالعه هدفمند من دقیقاً میدونم کجاها رو میخوام بخونم، کدوم فصل‌ها رو میخوام بخونم، کدوم سوالا رو میخوام جواب بدم، کدوم سوالا و فصل‌ها رو نمیخوام جواب بدم، اصلا دوستشون ندارم، باشون ارتباط برقرار نمیکنم. پس این میشه نقشه راه که تو این مسیر نقشه راه رو کی میتونه به ما بگه؟ اون کسی که ما رو کوچ میکنه، هدایت میکنه و مربی ماست. شما در مسابقات فوتبال دیدید تیمی که مثلا 2-0 3-0 تو نیمه اول عقبه میره تو اون 15 دقیقه اون کوچینگش، اون سرمربی چیزایی رو بهش تیمش یادآور میشه که ببینیم نیمه دوم برنده از بازی خارج میشه. و نگاه می‌کنیم بیشترین دستمزد هم برای اون سرمربیه. سرمربی نه میدوه، نه بازی میکنه، نه شوت میزنه، نه عرق میریزه، نه روش فول میشه، نه پاش میشکنه، از دور داره همه چی رو رصد میکنه. از دور که نگاه میکنه متوجه میشه که کجاها چه مسائلی هست، چه اشتباهاتی هست و اینها رو دقیق گوشزد میکنه به بازیکنان خودش. میگه عزیزان من اینجا اونجا رو باید این بازیکن اینجوری بگیر. نگاه میکنی که یه بازیکن رو تعویض میکنه میاره بیرون. پس بنابراین کوچینگ حرف اول رو میزنه و تو این مسیر کسی میتونه کوچ خوب باشه که خودش اولا آدم با تجربه باشه، مسیرهای آموزشی رو طی کرده باشه و موفق هم باشه. من متاسفانه میبینم خیلی این کوچایی که اصلا خودشون هنوز مسیر رو تا انتها نرفتن، هنوز خودشون نتیجه و ارزیابی درستی ندارن و اینها نمیتونن کوچ خوبی باشن. شما به هر حال میتونید مخیرید هر کسی رو که خودتون براتون الگوی مناسب و خوبی هست بیاید به عنوان کوچ انتخاب بکنید. ولی من خواهشی که دارم که اولا عوضش نکنید، اگه کسی هست با همون برید جلو. یعنی من به بیماران بعضن میگم چرا انقدر دکتر رو تو عوض میکنی؟ یعنی چه رفتی پیش بهترین دکترا باز اومدی مثلا پیش من برای چی؟ اونایی که رفتی خیلی خوب بودن. برای همین بیشترم نگاه میکنیم کیان که دارن دکترشون رو عوض میکنن خود دندان پزشکا که وسواس پیدا کردن. مردم عادی میره پیش دندان پزشکی که جنرال هستش، خیلی هم بهش اعتقاد و ایمان داره. اگه بگی دکتر تبری خیلی از اون بهتر قبول نمیکنه، چون به اون دکتر خودش ایمان داره و اون ایمانی که به اون دکتر خودش داره باعث میشه موفق بشه
درمانای خوبی هم دریافت بکنه، اگرم جایی فیلر داشته باشه اونو بپذیره و چیکار بکنه، رفع و رجوع کنه و برطرف کنه و هم در مجموع راضیه. پس بنابراین خیلی عوض نکنید، مسیرتون رو عوض نکنید، راهنماتون رو عوض نکنید و میام کسی رو انتخاب بکنید که خودش مسیر رو رفته، بلده، راه و رسم قضیه رو بلده و میتونه شما رو خوب هدایت بکنه. خدمت شما عرض شود که این برنامه‌هایی رو که ما در سالیان متمادی با زحمت زیاد، با ممارست، مطالعه، مشورت به دست آوردیم، متاسفانه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مؤسسات دیگه، افرادی که حالا تعهد اخلاقی و کاری ندارن، عیناً کپی برداری می‌کنن. حالا از اونها شاید توقعی نره، ولی از شما توقع میره که تفاوت‌ها و فرق‌ها رو متوجه بشید. سیستمی که خودش پایونیره، پیش قراوله، خودش طراحه، خودش برنامه‌ریزه، خودش خلاقه، خودش داره این طرح رو برای شما در حقیقت بروز میکنه، اینا رو باید متوجه بشید که اینها با هم دیگه چه تفاوت ماهوی داره. به خاطر همین بر این مبنای روش جدید رو در آموزش و بر مبنای حفظ حداکثری، چون تاکیدمون رو حافظه است که حالا الان میریم با هم دیگه میبینیم. یه مقدمه در مورد حافظه بگیم از آقای هرمان ابینگهاوس که ایشون در زمینه حافظه خیلی مطالعه کرد، تحقیق کرد و به این جنبندی رسید که آزمایش‌های ایشون نشون داد که برای حافظه بلند مدت ما نیاز داریم که تکرار و مرور بی‌کرات داشته باشیم. حافظه بلند مدت همون حافظه‌ای که برای آزمون‌های کنکور مانند مثل امتحان رزیدنتی شما باید داشته باشید. یعنی اینقدر تکرار و تمرین، تکرار و مرور، تکرار و مرور، تکرار و مرور. دوستان میگن پاتولوژی رو خوندیم یادمون رفته. حالا من میخوام در این زمینه صحبت کنم که چیکار کنیم پاتولوژی رو خوب یاد بگیریم و خوب حفظ کنیم، که حالا اینا رو با هم تفاوتاش هم میگم، یادگیری و حفظ کردن. ایشون نشون داد که ما اگه بخوایم که از حافظه دراز مدتمون استفاده کنیم، مرور مکرر مطالبه که فقط باعث میشه که ما بتونیم دقیقاً تو ذهنمون اینو بسپاریم، یا تعداد دفعات مرور تو فواصل درستی که حالا من عرض میکنم بسیار موثره. ایشون نشون داد که یه مطلبی رو که الان خوندیم، شما صحبت‌های من الان گوش میدید، تو 24 ساعت تا 48 ساعت بعد تقریبا 50% حرفای من یادتون میره. حالا بحث‌های خیلی علمی، دقیق، ظریف و سنگینی هم نیست، ولی به طور عادی 24 ساعت تا 48 ساعت بعد 50% رو شما فراموش میکنید و تقریبا بعد از یک ماه دیگه تقریبا 80% تو حافظه کوتاه مدت، 20% در حافظه بلند مدت قرار میگیرن. به عبارت قشنگتر تفسیر این جمله میشه که 80% مطالب رو شما بعد از یک ماه فراموش میکنید. خب 20% در حافظه بلند مدت قرار میگیرد، یعنی 80% دیگه از حافظه بلند مدت شما چی میشه؟ پاک میشه و فراموش میکنید صحبتایی که من امروز کردم. پس بنابراین اینجاست که میفهمیم که تمام انسان‌ها، من، شما و همه نیاز به تکرار و تمرین و تذکر و یادآوری داریم که آقا اگر مثلا در تمام مسائل زندگی به جمله درس خوندن، که آقا یادت نره ها که پدر مادرتن، یادت نره ها این پدر مادرت تو رو چجوری بزرگ کردن، یادت بیاد که با چه سختی تو رو بزرگ کردن، یادت بیاد که باید همیشه به اونا احترام کنی، یادت بیاد که اونا هر کاری کردن تو اجازه نداری که به غیر از این مسیر درستی و احسان و نیکوکاری جور دیگه با اینا رفتار بکنی. اگه اونا هر کاری کردن تو اجازه نداری سرتو بلند کنی. این تذکر رو باید هر هفته، هر ماه یه نفر به ما بگه، یعنی یادمون میره. انسان این گونه آفریده شده که فراموشکاره. به خاطر همین دائم باید بهش اینا رو یادآوری کنن. منم نیاز دارم که بهم بگه یادت باشه ها که این آدم برات اینقدر زحمت کشیده، دوباره بیاد بالا سی پی یوش. پس بنابراین یادمون باشه که بعد از یک ماه 80% یادمون میره. پس اون برنامه که سنوات گذشته داشتیم دوستان درست میگفتن ما 5 ماه 6 ماه دوره درک مفاهیم خوندیم، حالا همه یادمون رفته. درست میگفتن. اشکالی که هستش دوستانی که میگن یک کتابو بخونیم بذاریم کنار بعد بریم کتاب دیگر بخونیم، من چندین بار عرض کردم این روش اشکال عمدش اینه که شما اگر بیای یک کتابو بخونی بذاری کنار، به کتاب ششم که میرسی اولی یادت رفته، به کتاب 12ام که میرسی کلا همش یادت رفته. بعد دیگه این مینتیننسش خیلی سخته که همه اینا رو با هم آدم مرور کنه. این اولی رو که میخونه به هشتمی که میرسی اولی رو دوباره بعد یه تایمی بخونه که اولی رو چیکار کنه، تو ذهنش تو حافظه بلند مدتش بتونه تثبیت بکنه، که این کار دشوار و سختیه، کاری که هر کسی نیست.
اینجا یه بحثی پیش میاد، مراتب یادگیری. من دوست دارم به این موضوع شما خیلی توجه بکنید، چون ما هر سال روی این موضوع مشکل داریم. دوستان میگن ما درس رو بلدیم، ما درس رو فهمیدیم. ببینید فهمیدن با بلد بودن فرق میکنه. فهمیدن یعنی چی؟ یعنی شما سر کلاس درس نشستی، استاد درس رو میده، میفهمی، متوجه میشی، چارچوب رو فهمیدی که چه اصولی داره، کانسپت رو گرفتی، میشه فهمیدن. بلد بودن یعنی چی؟ بلد بودن یعنی که حالا بگیم آنچه که فهمیدی بیا مثلا یه ذره خلاصه بیا پای تخته بگو. میاد مثلا میگه من فهمیدم که باید اینجوری بشه اونجوری بشه. خب ولی مراتب یادگیری آخرش حفظ کردنه. حفظ کردن کدومه؟ اونی که تو جلسه امتحان از شما دیگه همون لحظه، چون شما بلد بودن مال همون لحظه فهمیدنه، یعنی میفهمی و بلدی. اگه یکی بهت بگه تو 24 ساعت اول بگو، چیزایی بهش میگی، یه چیزایی میگی. ببینید پس فهمیدن یعنی فهمیدن کانسپت، اصول کلی که شما اینو طی میکنید. دوستانی که 4 سال امتحان میدن فهمیدن درسو، بلدن؟ بله. فهمیدن، بلدن یعنی چی؟ یعنی میتونه بیاد یه درس کوتاهی به ما بده، یه تدریس کوتاهی اگه بهش بگی داشته باش، میتونه بیاد یه درس کوتاهی بده بگه آقا اینا رو فهمیدم توش. ولی آیا حفظن؟ خیر، حفظ نیستن. مشکل ما اینجاست. اینقدر نگید که من این درس‌ها رو خوندم. بله، خوندن که صفره. خواندن. حالا شما بعد من با شما که صحبت میکنم به من میگید میایید در جلسات مشاوره پیش من، چه حضوری چه تلفنی، بگید من خوندم، بگید من فهمیدم، من بلدم، من حفظ کردم. من با حفظ کردن کار دارم، یعنی امتحان اینو میخواد عزیزان من. این اصل کاریه. نه فهمیدن و بلد بودن. خوندن که همه میخونن. فهمیدنم که شما میاد اون جلسه‌ای که میشینید پای کلاس آفلاین یا آنلاین، استاد درس رو میده که درس رو فهمیدید. چقدرشو بفهمی کافیه؟ 60-70% که شما بفهمی میگی فهمیدم. خب بلد بودن یعنی که حالا من فهمیدم، حالا میتونم خودم هم بهت بگم چی فهمیدم که اینجوری. اما آیا حفظی؟ خیر. این میشه پاشنه آشیل امتحان که میشم سال دوم سوم. تو فهمیدن و بلد بودن گیر کردیم، ولی شما حفظ نیستید، ملکه نشده براتون. حفظ کردن مساوی با ملکه بودن. این جلسات نیم ساعت 40 دقیقه‌ای رو گوش بدید، نقشه راه رو متوجه بشید، هدایت مکانیزه قرار میگیرید که خودتون تا آخر مسیر رو موفق طی می‌کنید. دیگه به من و امثال منم هیچ کاری ندارید. ملکه بودن. ما در روزهای سخت، روزهای بحرانی، روزهای پر استرس، روزهای سخت، بحرانی، پر استرس، مثل بیماری سخت، یه حادثه سهمگین، یه امتحان سنگین، ما چی یادمونه از همون سوال کنن تو لحظه که همه کانفیوزن گیجن؟ ملکاتمون، یعنی اون چیزایی که برای اون ملکه شده. یعنی دارن طرف مثلا خدای نکرده مثلا تصادف کرده، دارن میبرنش تو اورژانس، تو بیمارستان، یه اسم چیه؟ شاید اسم خودش رو فقط بتونه بگه. ولی اگه یه سال یک ذره دیگه مثلا یه چیزی باشه که بگه مثلا چه اونم مثلا پسر خالش هم بوده، پسر خالت چی اسمش ممکنه یادش نیاد. ولی میگم تمام چیزهایی که فقط ملکه است اون لحظات آخر آدمیشون. توی امتحانات سخت، روزهای سخت و امتحانات دشوار، اون چیزی که به کار شما میاد ملکات، یعنی چیزی که ملکه شد، یعنی حفظی کامل که عین بلبل میتونی بیان کنی. از کجا؟ از تو مغزت، نه از رو کتاب. شما دارید از رو کتاب میخونید، چشم میخونه ولی مغز خاموشه، تعطیله. پس بنابراین حفظ کردن برای شما باید بشه داد بگی من حفظم مطلب رو. حفظم یعنی میتونم هر سوالی شما گفتی من جواب بدم. این میشه حفظ بودن، ملکه بودن. پس خوندن گام اوله که همون که با استاد میبینید، بعد میفهمید که حالا مثلا 24 ساعت اول 48 ساعت اول یه بار دیگه میخونید که اینا رو میگم، بعد میایید آخر هفته ها دوباره یه بار دیگه مرور میکنید، انقدر میشید که بلدید که میتونید یه بار بنویسید مطالب رو، و بعد میرسید به یه مرحله بعد از 1 ماه 3 ماه که حفظ هستید. در اثر چی؟ تکرار و تمرین. من پاتولوژی رو تا یادم نرفته به عنوان مثال به شما عرض کنم، چون پاتولوژی خیلی بحث زیاد، دیتیل زیاد داره، خیلی حفظیه. شما 2 تا کار باید بکنید، تکرار و تمرین. حجمای کوچیک، ببینید پس برای پاتولوژی
حجمای کوچیک بردارید، یعنی یه زایه رو بردارید. 1 حجم کوچیک، حجم کم. 2 باید تجسم کنی، تصور کنی این بیماری رو یکی از عزیزترین، نزدیکترین افراد خانواده خودم داره و برام بسیار مهمه. ببینید من یه بیمارایی اومدن مطب، یه بیماریای بسیار خاصی داشتن که من تا حالا اسمشو نشنیدم، ولی دیدم این آدم رفته ته اون بیماری رو در آورده. اصلا دکترم نیستا، یه آدم معمولیه. چرا؟ چون براش مهمه. بیماری خودشه، بیماری مادرشه، خواهرشه، برادرشه، پدرشه. رفته ته اون بیماری در آورده. من خدا رو شاهد مثلا تا اسم اون بیماری رو نشیدم اینقدر خاصه. رفته تهش رو. چرا؟ چون براش مهمه. شما باید اینو تصور کنی که یه عزیزی این بیماری رو گرفته و حالا شما داری به این نیت این مبحث رو میخونی. یه حجم کم، یعنی 1 زایه مثلا فرض کنید. حالا میری تصور میکنی یه عزیزی از خودت این بیماری رو داره، شروع میکنی اینو خوندن و هر باری هم که میای تکرار و تمرین کنی، تکرار و تمرینی که میکنی، باز باید اینو فکر کنی که با این عزیزترین کس منه، این رفیق فابریک منه، الان این بیماری گرفته، مثلا آملوبلاستوما گرفته. این مثلا یه آدمی رو تجسم کنه که آملوبلاستوما اومده تو فکش اینجا رو گرفته، بعد برید بعضی وقت تو گوگل بزنید آملوبلاستوما، بعد عکساشو ببینید، یه تجسم و تخیلی برای خودتون ایجاد کنید. این تجسم و تخیل رو برید روی رفیق نزدیکتون. خب بگید مثلا یه همچین کسی خدای نکرده اینو گرفته و با یه حالت دلسوزی، با یه حالت این که باید برم اینو کمکش کنم، درمان کنم. حالا دوستانی که جراحی فک و صورتن که خوب باید اصلا تشخیص بدن، یعنی خودشون نگاه کنن ببینن که اصلا این زایه به چی میخوره. دوستانی که رادیولوژی میخونن، پاتولوژی میخونن، بیماریای دم، این 4 تا گروه که باید بدونن. بقیه هم باید بدونی، یعنی منم باید بدونم که کار یه بیماری که مراجعه کرد سریع من بتونم اینو تشخیص بدم. پس 3 تا فرمول داره. یه حجم کم، تصوره از همه مهمتره. تو سرچ گوگل عکساشو ببینم، عکساشو تو ذهنم تصویر کنم، بندازمش روی اون آدمی که برام خیلی عزیزه، حالا این تکرار رو تمرین کنم. اصلا شبا با ناراحتی اون آدمه بخوابم که مثلا این چرا این آملوبلاستومای فکشو گرفته، تا کجا رو گرفته، تو چه سنی بوده. مثلا حالا اگه مثلا گفت بیشتر خانوماست یا خانوم، اگه گفت آقایون آقای یا آقا، این بهترینش تصویرسازی ذهنی. خب خدمت شما عرض شود که عوامل مؤثر بر فراموشی. مهمترین عامل در فراموشی اینه که در حافظه درازمدت فهمیدن و بلد بودنه. مثبتشو بگیم. مهمترین مسئله‌ای که در دراز مدت کمک میکنه در حافظه فهمیدن و بلد بودن. یعنی شما محاله یه مطلبی رو خوب نفهمی، بلد نباشی، بعد مرحله سوم پس یادتون باشه فاز 1 و 2 بود دیگه، بعد وارد فاز 3 این حافظه بشه. مثلا محال هم چیزی. خب شما نگاه کنید مطالبی رو که بلدید و بلدید نه، من بعد کلمات خیلی اهمیت پیدا کردن امروزه. من خیلی وقت دارم صحبت میکنم دیگه سکوت میکنم، به یک کلمه میرسم میگن چی شد، میگم نمیدونم چه کلمه‌ای به کار ببرم که درست باشه. ببینید شما اگه نفهمید درس استاد رو گوش ندید، ببینید کلاس رفتن، معلم دیدن، استاد دیدن، فلسفه‌اش اصلا چیه؟ همینه که شما ببینید که درس رو بفهمید. کاری که بعد شما تو 30 ساعت انجام میدید، استاد تو 1 ساعت به شما درس رو میفهمونه. بعد بلد بودن که بری خونه نگاه کنی ببینی که حالا میتونی خودت دیوار تو ببینی چی به چی شده رو کتاب، بلد شدن. حافظه اگه این 1 و 2 نباشه محاله اصلا حافظه صورت بگیره. نکته دیگه اینه که وقتی که داریم مرور میکنیم تو اواخر نزدیک امتحان، اگر کسی خوب حفظ نکرده باشه، کسی خوب نفهمیده باشه، بلد نباشه، حفظ نکرده باشه، نمیتونه مرور کنه. ببینید من خودم میگم، شما خودتونم ببینید یه مطلبی رو تو دندان پزشکی خیلی کار کردید بلدید، مثلا من یه کتاب در مورد لامینیت وینیر، در مورد انتخاب رنگ به من بدی، من سریع اینو میخونم. چرا؟ من قبلا درسشو فهمیدم، بلدم، یه مبانی کلیش هم حفظم. برای یک کتاب در مورد ایمپلنت الان شما من بده، من دندان پزشکم میتونم بخونم. حالا چرا سرعت که عملم کم میشه؟ پس کتاب ایمپلنت رو هم من، ایمپلنت برای من مثال، شما ممکنه ایمپلنت رو خوب بخونی ها، شما اینقدر رو ایمپلنت کار کردی میگی من قبلا ایمپلنت رو فهمیدم، ایمپلنت رو بلدم، یه چیزایش هم حفظم، حالا میام کتابو تونتون ورق میزنم میرم جلو. خب ولی من وقتی کتاب ایمپلنت با میکنم گیرپاش میکنم. چرا؟ چون میام برم تو مبانی فهمیدن، بلد بودن، حفظ کردن تا بتونم بفهمم این کتاب چی به چیه.
پس بنابراین تو اواخر وقتی که ما میخوایم بیایم در حقیقت مرور کنیم، اگه نفهمیده باشیم، بلد نباشیم، حفظ نکرده باشیم، بعداً رخکن میاره. چرا؟ چون دفعه اول داریم میفهمیم، میخوایم یاد بلد بشیم و تو حافظمون ازش استفاده کنیم. پس عوامل مؤثر بر سرعت فراموشی که اینه که خوب نفهمیدیم، بلد نیستیم، نرفته تو حافظه دراز مدتمون، یعنی یکی از اینا گیر کردیم. اصلا بچه‌ها میگن ما فایل استاد و تدریس رو گوش بدیم، من میگم اگه درس رو فهمیدی نمیخواد گوش بدی، ولی اگه درس رو نفهمیدی سال سومه ها، ولی من اصلا هیچ سوال غلط جواب میدم یه مبحثی رو، خب بابا بس معلومه من درس رو نفهمیدم. شما بعد برگردی به اول، بعد برگردی به اون پله اول که فهمیدنه، تدریسه. سال سومه اشکال نداره، بشین دوباره این مبحث رو گوش بده، اول بفهمی، بعد بگی بلد شدم، یه کانسپتی گرفتم، حالا بشین حفظ کن. و اگه نه هی حفظ میکنی غلط جواب میدی، همش نمره منفی. چرا؟ چون تو فهمیدنه گیر داری و اشکال داری. دوم، میزان سختی محتوای مطالب. این قطعا تاثیرگذاره روی حافظه. چرا؟ چون فهمیدن سخته، بلد شدن سخته، حفظ کردن هم سخته. حالا این میشه جزء مطالب سخت، اون 20% سوالاتی میشن که سختن و من مجبور نیستم برای قبول شدن اینا رو اولویت بذارم. بعدا میگیم آقا جان مطالعه هدفمند یعنی فصلای رو خوب بخون که میبینی باشون ارتباط برقرار میکنی، دوستشون داری و اصلا تا حالا ازشون سوالی نیومده، اصلا یه فصلی از سوالاتش هیچ سوال نیومده، ولی فصل ساده روونه، دوستش دارم، باشه ارتباط برقرار میکنم. پس ملاک اینکه چیه فصلی رو بخونم اینه. یه فصل دیگه هم از همیشه ازش یه سوال اومده ولی این فصل سخته، نمیشه فهمید، نمیشه بلد شد، نمیشه حفظ کرد، هر بارم 1/3 نمره منفی من دارم میگیرم ازش. خب از اول بذارش کنار عزیز من. دوستان میگن کی اینو بایپاس کنیم، مثلا اون اول از همون ابتدای کار و مسیر رو بذارش کنار اون فصل، اصلا راحت خودم آرامش پیدا میکنی یا خیش از شر این فصل راحت شده، از دست این فصل راحت شده. پس سلکشن درست هنره که حالا بعدا میگیم چجوری باید سلکت هم بکنی، ولی مهمترین فاکتور در سلکت کردن فصل همینه که شما باش چجوری ارتباط برقرار میکنی، شما چقدر دوستش داری، چقدر میفهمیش، چقدر یادش میگیری، میگم چه سوال اومده باشه چه نیومده باشه. عامل دیگه‌ای که در سرعت فراموشی خیلی تاثیر داره میزان فشار روانی در لحظه آموختن. یعنی شما اگه اون لحظه‌ای که داری درس میخونی اگر با استرس، حالا استرس ممکنه ناشی از درس باشه، ممکنه مسائل جانبی باشه، خانوادگی باشه، اضطراب، هر گونه فشار روانی در لحظه آموختن ذهن رو و حافظه رو تا 70% مختل میکنه که تو کتاب مشاور من اینا رو من برای شما دقیقش رو نوشتم. فشار روانی و استرس و اضطراب 70% حافظه رو مختل میکنه و پتانسیل یادگیری رو کاهش میده. به خاطر همینه نگاه میکنیم دانشجویی که تازه فارغ التحصیل شده یا ترم آخره این راحت‌تر قبول میشه، با اینکه ترم آخر هست، پایان نامه داره، جامعه نگر داره، خیلی دغدغه‌های زیاد داره، ولی فشار روانیش همون درسشه، همون تو یه هیت هست. ولی کسی که فارغ التحصیل رفته یه وامم گرفته، رفته نامزدم کرده، یه بچه‌م یکی دیگه هستش، یه بچه‌ای تازه تو راه داره، همه اینا باعث میشه این دغدغه‌های ذهنی و فکری این پتانسیل و سرعت اینو چیکار بکنه؟ بگیره. پس برای هر چقدر که بتونید که تو شرایط، بخاطر یه گروهی مثلا که مثلا از یه سنی گذشتن میخوان امتحان بدن، اونام خیلی خوبه شرایطشون، رفته کارشو کرده، مطلبشو زده، پولشو در برده، علاوه مالی دیگه الان مشکلی نداره، حالا میخواد بشینی برای خودش یه دونه ارتقای ایجاد بکنه، خب خیلی خوبه، اینم میبینه خیلی راحت قبول میشن. برای ما هر سال داریم افرادی که بالای 40 سالن رشته‌های تاپ تو تهران قبول میشن. خب چرا اتفاق میفته؟ دو تا دلیل داره، یکی پختگی، به خودش مسلط، آرامش داره، اینقدر سرد و گرم تو زندگی چشیده که دیگه یه امتحان این شکلی نمیتونه عجابه درش کنه. دومم این که میگم باز به خاطر تجربهش به خودش مسلطه، یعنی همش همینه که همش تسلط به روان خودشه، مگه دغدغه‌های فکری نداره، از آب و گل در اومد. خب یه مشکل دیگه که تو یادگیری تاثیر داره تداخله. تداخل یعنی چی؟ یعنی من الان میام که یه مطلبی رو میخونم تو ذهنم، بعد از اون طرف یه نفر دیگه میاد یه بحث دیگه رو مطرح میکنه، یه فامیلی زنگ میزنه یه خبری رو میده، تلویزیون نگاه میکنم یه خبر سیاسی میاد که جنجال برانگیزه. خب اینا میشه عوامل مداخله کرد.
برای مطالعات نشون داده که اگر یه فردی بیاد آخر شب یه درسی رو بخونه بخوابه، فردا بره امتحان بده و با اون کسی رو مقایسه کردن که صبح درس خونده ولی عوامل مداخلگر طی روز دخیل بوده، دیدن اون که شب خونده خوابیده تونسته امتحان بهتری بده. چرا؟ چون عوامل مداخلگر کمتر روش تاثیر گذاشتن. پس عوامل مداخلگر تا جایی که میشه اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، تا جایی که میتونید امکانش هست پرهیز کنید این کارو انجام بدید. یه وقت هستش که نه دیگه، مثلا یه خانواده خدای نکرده کسی به رحمت خدا رفته، آدم دیگه میفهمه متوجه میشه با تو مراسم شرکت کنه، اون دیگه وظیفه اخلاقی و انسانیه. ولی تا جایی که میشه اخبار مداخله‌گر دوستان، خب یک کم مشکلاتی که داریم تو این مسیر، بزرگترین مشکل اینه که عوامل مداخلگر انقدر زیاد میشن تو مسیر زندگی، تو این مسیر یک ساله درس خوندن، طرف از مسیر خارج میشه، اصلا کلا بی خیال میشه. که اینو من به کرات دیدم، تو سالیان متمادی دیدم که دوستان میان از این موضوع چی میشن؟ خارج میشن. چرا؟ عوامل مداخلگر. رفیقش زنگ زده میگه من دارم میرم کانادا. خب باشه، براش آرزوی موفقیت و خوشبختی و سعادتمندی بکن، ولی این نشه که تو بری ذهنت یه مونی عوامل مداخلگر بگی پس من چیکار کنم. ببینید نسخه هر انسانی تو این دنیا خاص خودشه. نسخه اونونی که بره کانادا، نسخه منی که تخصص بخونم، نسخه اون رفیقم اینه که بره یه کورس مثلا زیبایی بگذرونه، اون یکی بره مثلا یه دستگاه در حقیقت دیجیتال بخره، اسکنر بخره و کدکم بخره. همه این چهارتا میتونن موفق باشن، همه این چهارتا میتونن ناموفق باشن. یعنی اون که رفته کانادا ناموفق، منی که تخصص خوندم ناموفق، اونی که رفته دوره زیبایی ناموفق، اونی هم که رفته دستگاه اسکنر رو کدکم خریده اونم ناموفق. چرا؟ چون دیگه به خصوصیات شخصیتی آدم ربط داره. شخصیت انسان موفق داشته. شما خودتون دیدید متخصص ناموفقم داریم دیگه، نداریم؟ همیشه میناله، همیشه شاکی، ناراضی، پشیمونه، مریض خوب نداره، درآمد خوب نداره. میشم من. اون یکی رفته کانادا، چند بار امتحانات اونجا رو داده، رد شده، مردود شده، دیگه روش هم نمیشه برگرده، داره تو کافی شاپا اونجا گارسونی میکنه. اون یکی رفته دستگاه کدکم رو خریده ولی باش کار نکرده، تمرین نکرده، نتونسته باش ارتباط برقرار کنه. به قول دوستان من تبدیل شده به جالباسی، یعنی دیگه یه دستگاهی شده که فقط لباساشون اونجا آویزون میکنن، به این عنوان داره ازش استفاده میکنه. اون یکی رفته دوره زیبایی گذرونده ولی کار نکرده، تمرین نکرده، درس‌ها رو خوب نخونده. بعد نگاه می‌کنی میگه اونم ناموفقه. حالا هر چهار تا این نمیتونن موفق باشن. پس فرمول آدما اینجوری نیستش که همه اگر من رفتم تخصص موفقم، اگر رفتم کدکم خریدم موفقم، رفتم دوره. من دوستانی رو میشناسم دوره زیبایی چندین سال پیش دوره من اومدن، مثلا لامینیت تو نمیدونم کاری زیبایی رو خوب یاد گرفتن، الان میتونم به جرئت بگم که از من بسیار موفق‌ترن تو کار بیمارشون. چرا؟ چون واقعا وقت گذاشتم کار کردم. خب من درسم دادم، دانشگاهم رفتم، نمیدونم کار فرهنگی، نمیدونم کارهای متفرقه زیادی کردم اینا، ولی رفتن فوکوس کرده رو هم. من تو سال 200 تا لامینیت میذارم، این رفیق من ماهی 200 تا لامینیت میذاره بدون اقراق، قندش جنرال هم هست. پس یعنی اینا همش برمیگرده به خود شما که بخوای موفق باشی باید سعی کنی که عوامل مداخلگر رو کسب بکنی، بفهمی که زندگی من، راه و رسم من، اون روش من، منش من خاص خودمه. آقا شاید اصلا یه نفر این باشه که وایسه به پدر مادرش احسان و نیکی کنه. من یه آقای دکتری هستش که واقعا این پسر اینقدر آقاست، اینقدر خوبه. ایشون پدرش مریض بود، من از همین دوستانی بود که میاد برای مشاوره برای درس خوندن، یه سالم زحمت کشید و درس خوند، ولی آخر سر گفت من فهمیدم دکتر جان پدر من در اولویته، من باید به اون کمک بکنم تا جایی که میتونم. و واقعا به نظر اون آدم موفقه. چرا؟ چون می‌خواست این آدم موفقیتش رو توی درس خوندن و تخصص گرفتن و درآمد بیشتر و اینا پیدا کنه که نتیجهش بشه یه امکانات بیشتر، حال بهتر، حال خوبتر، که این در حقیقت از یه مسیر میانبری اون حال بهتر و خوبتر رو پیدا کرد. پس یعنی چه بسا شما بری یه مسیری رو طی بکنی که اون حال بهتر و خوبتر رو تجربه داری میکنی. حالا کی گفته حتما باید برم چه میدونم تخصص بگیرم تا حالم خوب شه؟ چرا حتما باید مهاجرت کنم حالم خوب شه؟ شاید برم بهترین وسایل امکانات دندانپزشکی رو بخرم تا حالم خوب بشه. همه اینها به یه نتیجه قراره برسه که آرامش بیشتر، حال خوبتر، حال بهتر. خیلی خوب. حالا شما اگه تونستی از راهی ساده تر بری که خیلی هم بهتر. حالا برگردیم به مطالعات آقای ابینکاپس که بر مبنای مطالعه ایشون میبینیم که ما باید
یک روز پس از مطالعه، یعنی 24 ساعت بعد، نهایتا 48 ساعت بعد، 24 تا 48 ساعت بعد ما باید بعد از اینکه رفتیم درس و گوش دادیم باید چیکار بکنیم؟ بیایم یه بار بخونیم. بعد نتیجهش اینه که تا 10 روز تو ذهنمون میمونه و واجب هم هست این کار. به خاطر همینه میگیم که اگر شما خدمت شما عرض شود که اومدی درس استاد رو گوش دادی امروز، حالا هر روزی میتونه، ما گوشیم پنجشنبه جمعه، که میتونه اینا رو خوش مودیفای کنه بندازه شنبه شنبه، بندازه دوشنبه سه شنبه، هر روزی که خودتون دوست دارید. حالا ما پنجشنبه جمعه گذاشتیم. من درس رو گوش میدم، یه 24 ساعت تا 48 ساعت بعد که میخونم درس رو، که این واجبه اصلا. یعنی به خاطر همین اگه کسی پنجشنبه جمعه میاد درس کلاس گوش میده، شنبه نباید کار کنه، شنبه همون درس‌ها رو بخونه و شنبه به خاطر این روز کاری نیست. تا 10 روز تو ذهنش میمونه. حالا 7 روز تا 10 روز بعد واجبه که یک بار دیگه اینو چیکار کنه؟ بخونه، که نتیجهش میشه تا 1 ماه تو ذهنش بمونه، که اینم واجبه. خب 1 هفته تا 10 روز بعد باید این کار رو انجام بده. یعنی برنامه جدید ما بر اساس این مطالعه آقای ابینگهاوس بسته شده که ما 24 ساعت بعد، 1 هفته بعد، 1 ماه بعد، 3 ماه بعد دیگه تقریبا کفایت میکنه. 1 ماه بعد که میخونه تا 4 ماه ببینیم تو ذهنش میمونه. اینم واجبه. ببینید 24 ساعت بعد، 1 هفته بعد، 1 ماه بعد، تا 1 ماه بعد که میخونه تا 4 ماه تو ذهنش میمونه. 4 ماه بعد که دوباره مرور میکنه تا 1 سال تو ذهنش میمونه. تا اینجا الزامیه. اینا الزامیه. یعنی چی؟ 24 ساعت تا 48 ساعت بعد، 1 هفته بعد، 1 ماه بعد، 3-4 ماه بعد. حالا این برنامه جدید بر این مبنا تنظیم شده که شما بتونید چیکار بکنی؟ اینها رو خیلی خوب و دقیق بخونی، به طوری که اگه 3-4 ماه بعد خوندی تا 1 سال، یعنی نزدیک امتحان، چی؟ کامل یادت بمونه. بس گفتیم حافظه کوتاه مدت تا 48 ساعت میتونه نگه داره. پس این درس رو که گوش دادی باید 24 ساعت تا 48 ساعت بعد حتما بشینی دوباره بخونی که تا 1 هفته 10 روز بمونه. و بعد از 24 ساعت اگر نخوندی، ورق نزدی، مرور نکردی، 70% فراموش میشه که بهش میگن قله فراموشی. قله فراموشی یعنی بیشترین حجم فراموشی تو 24 ساعت 48 ساعت اول. اصلا شما یه فیلم سینمایی ببین، اگه یه هفته بعد ازت بپرسن خیلی نمیتونی، کلیاتی میتونیش بگی. یعنی فهمیدی اون موقعی که فیلمو دیدی یه چیزایی هم بلد شدی ازش، ولی نمیتونی بیان کنی، نمیتونی دیگه بگی چی. به خاطر حتی یه فیلم هم ببینی، یه کتاب معمولی، آیا ما کتابایی که در گذشته خوندیم چی ازش یادمونه؟ هیچی. یه چارچوب کلی. من به خاطر همینه بعضی وقتا به اطرافیام میگم خیلی فیلم دیدن دوست ندارم، چون فیلمایی که دیدم نتونستم تو ذهنم بسپرم. نتیجه شد شاید یه دونه فریز بوده، ولی بعضا همون یه نتیجه هم میبینم از ذهنم پاک شده چون مرور نکردم. یعنی میخوام بگم حتی فیلم سینمایی هم شما اگه مرور نکنی یادت میره عزیز من. شما از سریالایی که دیدی شاید تو اون لحظه لذت بردی، خب این خیلی خوبه، ولی در دراز مدت نمیتونی از عوایدش استفاده کنی. همه چی همینطوره و درس خوندن هم مستثنا نیست.